سلام دوستان، خوش اومدید به مود پلیس با جی تی ای وی. امروز اومدیم با اولین ویدیو از سری ویدیوهای مود پلیس خدمتتون باشیم. شخصیتی که امروز انتخاب کردم شخصیت شریف هستش و همونطور که میبینید ماشینی هم که انتخاب کردم ماشین دوج چارجر هستش که این ماشین در ناوگان‌های پلیس ویژه آمریکا استفاده میشه و حالا شرکتش هم که دوج هستش که حتما آشنا هستید باش. ماشین خوبیه، کلا علاقه دارم به این ماشین حقیقتا. خب نمای داخلی ماشین هم الان بهتون نشون میدم که به طور معمول مثل همه ماشین‌های پلیس حالا کامپیوتری که وجود داره توش و از این قبیل چیزها. بریم که گشتمون رو شروع کنیم، ببینیم که امروز چه مأموریتایی بهمون میخوره و چی میشه. هوا هم که میبینید بارونیه و باید حواسمون باشه. کنترل ماشین سر پیچ‌ها مخصوصا خیلی اذیت میکنه. حالا مأموریتایی هم که تو سندی شوز میده معمولا خیلی بیشتر از بقیه منطقه است. خب اولین مأموریت هم بهمون دادن که تلاش برای خودکشیه. حالا یه فرد داره سعی میکنه خودکشی کنه که ما باید بریم باش صحبت کنیم، حالا سعی کنیم که منحرفش کنیم از این راه و کاری کنیم که خودکشی نکنه. حالا نزدیک هم هستش، سریع بریم به منطقه. جا راهش هم بستن اینجا رو، برم تو بهتره. خب ماشین رو بریم تو چون اینجا بسته. خب بریم با کامندر صحبت کنیم، فرمانده این مأموریت. حاجی رو یادم رفت خاموش کنم، صداش اذیت میکنه بهم. اینم از این، بریم صحبت کنیم باشه. یه چقدر وقت گرفت برسید تا اینجا؟ دیر رسیدیم، زود رسیدیم که. خب باید یه راهی پیدا کنی تا اینو نجات بدی و یه کاری کنی که خودکشی نکنه. موفق باشی. بریم سراغ حالا فرد. این ماشینش هم خیلی جالبه. این ماشینش فکر کنم برای های رنگ های پیدیه، من ندیده بودمش تو خود جی تی ای وی و کنم کجاست این؟ او اون بالاست. بریم بالا ببینیم، صحبت کنیم باش. کجا هم رفته؟ بریم سراغش ببینیم چی میشه. خیلی بد جا وایساده. خیلی خطرناکه اینجا. من پایین از این اوه داشتم میافتادم و خیلی لبه بودم. با این صحبت کنیم. بد جام وایساده. خب اینجا چند تا گزینه بهمون داده. خب بهش میگیم که میخوایم بهت کمک کنیم، بهمون بگو چیکار میتونیم بکنیم برات. ببین چی میگه. خب میگه که هیچ کار نمیتونید برام انجام بدید. خب این خیلی وضعش خرابه انگار بنده خدا. خب یه جمله احساسی بگیم چون معمولا تاثیر داره روشون. ببینیم حالا چیه. میگیم که همسرت منتظره تا این کارو نکنه و این چیزا. ببینیم تاثیر داره روش. میگه اولین باره که دیدمش رو یادم میاد، خیلی خوب بود اون زمانا. فکر کنم دیگه بتونه بیاد پایین. الان بهش میگیم که بیا پایین، باید آروم شو با هم صحبت کنی و درباره زندگیت و این چیزا. باتومو چرا در آورد؟ خب میگه که خب من این کارو انجام نمیدم و بریم پایین و خب خدا رو شکر تونستیم اینو نجات بدیم. کامندر مأموریت هم گفتش که کار خوبی انجام دادی و تقدیر کرد از همون. خب
کد هم دادم. نگاه مثلا این هایرنگ که پیدی بود دیدید زد بنده خدا رو اونجا. این رانندگیشون وحشتناکه اینا. بریم به ادامه گشتمون برسیم. تو این محدوده کلا ماموریت‌های جالبی به میده. چرا سر به این تحت تعقیب هم بودش انگار تو نقشه ما هست. بذارید من یه وارد گشت هوایی بفرستیم که اینو گم نکنیم. فقط این از قبل انگار تحت تعقیب بودش قبل از اینکه به ما بزنه. چند تا نیروی فرستادم. یه دفعه باک خوردش بازی ها خوردن به دیوار. همکار اونا خورد. بریم سراغش. اینو اگه من بتونم از بغل منحرفش کنم یا برم جلوش فکر کنم الان بتونم رفتشم. کار اونا فقط میزنه به ما، یعنی هیچ سودی برامون نداره. سر پیچ ها اگه بتونیم بزنیم بهش خیلی میتونیم نگهش رو میدیم. بهترین جای برای زدن. آها خب رفتش تو دیوار دیگه، کارش تمومه. کام تسلیم شدش، داره میره. باز من لاستیکش رو بتونم بزنم. خب کارش تمومه دیگه. دو تاش رو زدم، دو تا از لاستیکاش رفتش. رفته تو دیوار. وحشیانه داره میره. اینجا باکسش کردیم با اینا. پیادش تسلیم شدش. دستو بذار رو سرت بخواد رو زمین. تسلیمه دیگه، تمام. همکارمون گرفتش. اینو دستمان زد بهش. ماشینمو برم بزنم کنار. آژیرش هم روشن مونده این باز. خیلی صدای آژیرها رو میخواد. ماشینمو بزنم کنار که ترافیک نشه. اینجا زیر میگیرن این بنده خدا. به این همکارام هم باید بگن که برن. تا بهشون نگم همینجا میمونن، شلوغ میشه. خب همکارامون هم فرستادیم که برن. حالا ما اینو بگیریمش بیاریم کنار. الان اینجا ماشینا زیرش میکنن، داره میاد. یه بازرسی بدنی هم بکنیم ببینیم چی داره که فرار کرده. اینجوری حتما یه دلیلی باید داشته باشه دیگه. بگردیمش. چقدر این آژیراشون روشن و سر و صداشون نمیرن. خب میبینی 2 تا مواد داره، یه دونه هم که اسلحه گرم داره. با این وضعش خراب بود 100% باید فرار میکرد دیگه. اسمش هم لیلیوارده و مجوز حمله اسلحه هم که نداره. خب ما اینو بگیم بیان ببرن گشت. ماشینش هم این بغله. بزنیم بیسیم بزنیم به تو سرویس بیاد اینو ببریم. جرثقیل هم گفتیم بیاد ماشینش رو ببره. ما دیگه کم کم حرکت کنیم به ادامه گشتمون برسیم. خب اینجا یه ماموریت شاتس فایر بهمون دادی، همون تیراندازی که توی این ماموریت ها معمولا یک فردی حالا بهمون درخواست میده یا بالا با 911 یا پلیس تماس میگیره و اینجا یه موقعیتی بهمون داده که باید بریم حالا با اون فردی که تماس گرفته صحبت کنیم و بهمون اطلاعات فردی که تیراندازی کرده رو بهمون میده و ما حالا دنبال اون باید بگردیم توی این منطقه. بریم برسیم سریع به موقعیت ببینیم که چه اتفاقی افتاده.
خیلی سر ترمز کردن ها این بارون باعث میشه که کنترل از دست بره. با دقت کردیم چند بار داشتم منحرف میشه. بریم صحبت کنیم داشت. من آجی رو خاموش کنم باز همش یادم میره. داره دست سکون میده برامون. بریم صحبت کنیم بهش میگیم که اینجا چه اتفاقی افتاده. یه صدای بلندی شنیدم چند دقیقه پیش، خیلی ترسیدم. میگیم چه نوع صدایی بودش؟ یه صدای اسلحه گرم بودش. خیلی مطمئنم از این موضوع. بهش میگیم که همینجا بمون و امن باش، ما میریم دنبال این موضوع بگردیم، حلش میکنیم. چرا دوید اون وقت؟ اسلحه کشید لعنتی. در بیارم. اصلا فکر نمی‌کردم این اسلحه در بیارم. اسلحه سنگین هم داشتش. کلت هم نبود. SMG داشت. میکرو SMG داشت. چرا آخه این به موبایل شلیک میکرد؟ خودش زنگ زد خودش رو کشتن داد. من بگردمشون. دفعه قبل یه بار دیگه هم این اتفاق برام افتاده بود، ولی الان اصلا فکرشو نمی‌کردم شلیک کنم. خب چیز خاصی هم نداره به جز یه قرص. نمیدونم چه دلیلی داشت این شلیکش. من با SMG. اینم مجوز اسلحه حتی نداشت. حالا مجوز که برای اسلحه سنگین نمیدن قطعا، ولی نداشت. خب ما بگیم بیاد پزشکی قانونی اینو ببره جمع کنن جسدشو. باز ما تلاش کردیم تیر نخوریم. 3-4 تا تیر بهمون زد. کل وستمون رفتش. اصلا آمادگیشو نداشتم. بریم به ادامه گشتمون دیگه. اینم اینجوری باید بشه. خب یه نیروهای یکی از نیروهامون درخواست کرده که بریم دنبالش، حالا حملش کنیم به یه استیشن یا نزدیکترین ایستگاه پلیس. این ماموریت حالا زیاد ماموریت خاصی نیست، میتونیم با چراغ گردونمون بریم و حالا تو این ماموریت معمولا یکی یا چند تا آفیسر هستن که درخواست کمک میکنن، یا ماشینشون حالا تصادف کرده یا اتفاقی براشون افتاده که ما باید اینا رو ببریم به نزدیکترین ایستگاه پلیس یا شریف که حالا نزدیک هم هستش. چرا خاموش بریم سمتشون. من چراغ گردونام روشن گذاشتم چون اگه روشن نباشه راه نمیدن بهمون. ماشینای اطراف میزنن به آدم. مثلا 2 نفر هم هستن. من ماشینای این بغل پارک کنم، اینا رو سوار کنم اول. ماشینشون چه بدجاست. من الان دقت کردم ماشینشون داشته میافتاده تو دره اینجا تقریبا. چجوری تا اونجا رفته؟ یه خوله کوچیک به این ماشین بدن افتاده. بودم داره میکنم برم ماشینشون رو ایسی بزنم جرثقیل بیاد ببره. این چه وضعه؟ خوردم بهش داشت میافتاد. خب بگیم جرثقیل بیاد ببره. اینجا چون ماشین پلیس هستش از همون دوباره میپرسه که مطمئنید این ماشین رو میخواید بگید ببرن به جرثقیل. این دوتا همکارمون هم برسونیم به نزدیکترین اداره و دیگه فکر کنم کافی باشه برای امروز و ویدیو رو دیگه تموم کنیم بعد از این ماموریت. زیادم ماموریت خاصی نبود، صرفا برای اینکه یه پایانی برای این ویدیو داشته باشیم قبول کردم اینو که بریم به حالا ایستگاه. خیلی جالب هم هستش که قبل از اینکه من ماموریت رو بگیرم هیچ کدوم از ماشینا تخلف ترافیکی و اینا نمی‌کردن، ولی الان همه‌شون دارن بد میرن. یه نمیدونم چرا اینجوریه. قبلش من داشتم 2 ساعت اینجا گشت می‌زدم، هیچ موضوعی نبودش، هیچ ماشینی نبود که بد بیاد. من اینجا تقصیر من بود البته، ولی
میگم هیچ ماشین نیستش که الان خوب بره، همشون دارن یه قانونی رو زیر پا میذارن. هم شانس ماست دارم اب نداره. حالا میرم به ایسکا بریم برسونیم. خب چون این اولین ویدیو هم هست خواستم که بگم اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک بذارید، کامنت بذارید، نظرتون رو بگید چه ماشینی میخواید برای پاترول بعدی داشته باشیم یا حالا مأموریت خاصی اگه تو ذهنتون هست. همین دیگه، نزدیکم هستیم. بازم اینجا سر پیچ من داشتم منحرف میشدم، 2-3 بار اینجا داشتم منحرف میشدم، میخوردم به در و دیوار به خاطر این بارونه. رسیدیم. ماشین اینجا پارک کنیم، اینا پیاده شن. چرا این اینجوری داره میره؟ من از پلیس مملکت خیر سرشون. البته فکر کنم تصادف کرده اینجوری شده، ولی خب ماشین اینجا پارک کنیم. خب فکر کنم دیگه کافی باشه برای امروز و مرسی که تماشا کردید. لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، نظراتتون رو بگید و همین دیگه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. 3 shots fired. Shots fired. 3.3 shots fired. 3 John. 3 John. What did you fire here? Shots fired.